نیمه شب یکم به دوم ایول سال 2024 بازار نویه جیهون ولایت ختلان در جنوب غربی تاجیکستان دچار سوختار شد. در ویدیویی که خوانندگان پایگاه خبری بامداد از جای حادثه فرستادن دیده می شود که چندین دکان این بازار در چنگ آتش قرار گرفته است، ولی کسی جرأت نزدیک شدن به نزد دکان‌های در گرفته را نمی کند، بلکه بسیاری ها با تلفن‌های خود جریان آتش گرفتن بازار را ثبت می کنند. یک همصحبت بامداد گفت در پهلوی این بازار که دچار سوختار شد الکی بازار نو و زمانوی ساخته بودند و چند وقت باز از بازارنشین‌های بازار کونه تقاضا داشتند که همگی به بازار نو بکوچند. بازار نو با رعایت قاعده‌های بی‌خطری ساخته شده است، از جمله با وسایل پیشگیری از رسش کوتاه ناقل‌ها که یک سبب عمده سوختار است. اگر تاجران بازار کونه قمسنگیر گپنوگیری نمی‌کردند و سر وقت به بازار نو می‌کوچیدند، شاید مالشان در آتش نمی‌سوخت. گفت این هم صحبت بامداد. این بار اول نیست که در تاجیکستان بازارها دچار سوختار می‌شوند. تازه ماه مارس سال جاری در شهر باختر بازار بهار که همچون با نام بازار شعلا هم معروف است دچار سوختار شده بود. مقامات در اکثر کل رسش کوتاه ناقل‌ها را سبب نوفت‌ها می‌نامند، ولی بازارنشین‌ها گاه درباره احتمال قصداً آتش زدن دکان‌هایشان حرف می‌زنند.